سلام، به ویدیو امروز خیلی خوش آمدید. در ویدیو امروز در رابطه با ملک لیزهولد و ملک فریهولد با شما صحبت میکنم. شاید براتون همچین موضوعی پیش آمده باشه، قصد خرید ملکی رو داشته باشید ولی نگران باشید که مجبور بشین یه سری هزینه‌های اضافی رو پرداخت بکنید و نگران باشید که خیلی براتون مشخص نیست این هزینه‌ها به چه صورتی هستش. به همین دلیل امروز در رابطه با ملک فریهولد و لیزهولد باهاتون صحبت میکنم و هزینه‌هایی که دارن رو براتون باز میکنم. داشته باشید که در واقع ساختار داخلی ساختمون رو عوض بکنید و یا اینکه از در واقع محوطه‌تون، از فضای سبزتون، از حیاتتون استفاده بکنید. در واقع شما صاحب اختیار هستید و مالکیتتون یک مالکیت 100% هستش و برای همیشه این مالکیت وجود خواهد داشت. در رابطه با ملک لیزهولد برخلاف فریهولد به این صورت نیستش. به این مفهوم هست که شما ملکی رو خریداری کردید. این ملکی که خریداری کردید شما صاحب ساختمونش هستید. ممکنه که یک آپارتمان باشه، اما زمینی که ملکتون بر روی اون بنا شده متعلق به خودتون نیست. بنابراین شما باید همواره به خاطر اینکه ملکتون بر روی همچین زمینی بنا شده به صاحب زمین هزینه ای رو پرداخت کنید که این هزینه رو بهش در واقع لیز گفته میشه. مثل یک اجاره هست اما رنت نیست، یک اجاره در واقع بلند مدتی هست. وقتی میگم بلند مدتی ممکنه 99 ساله باشه، ممکنه 125 ساله باشه، ولی به این مفهوم هستش که مالکیت 100% نیست و مدام باید تمدید بشه. حالا به طور کلی اگر که شما یه ملکی رو لیز کردید 125 ساله باشه، 150 ساله باشه، معمولا به حدود 70 سال که میرسه وقت خوبی هست که این تمدید بشه. 80 سال حتی بهتر هم هستش. ولی وقتی که تمدید لیز به حدود 60 سال میرسه، یعنی دیگه 60 سال فقط از اون تاریخ لیزتون باقی مونده، اونجا هستش که یهو ممکنه هزینه تمدید فوق‌العاده زیاد باشه، به طوری که انگار یک ملک جدید میخواین بخرید. بنابراین پیشنهاد میکنم که اگر همچین ملکی دارید حتما سعی کنید که زودتر تمدید لیز بکنید و اگر قصد خرید ملکی رو دارید که لیزهولد هست حتما تحقیق بکنید، از سولیسیترتون بخواین که در واقع براتون راهنمایی بکنه که این ملک تا چند سال دیگه در واقع لیز داره و اگر نزدیک به 60 سال یا 70 سال بود سعی کنید که سمت همچین ملکی نرید. خب در رابطه با ملک لیزهولد صحبت کردیم. از خوبیاش این هستش که چون قیمتش پایین‌تر هست راحت‌تر میتونید در واقع صاحب خونه بشید، راحت‌تر میتونید همچین ملکی رو خریداری کنید و همچنین هزینه نگهداری ساختمون برخلاف ملک فریهولد به عهده شما نیست و کسی دیگری که صاحب زمین هست مسئول مشاعات ساختمون هم می باشد. در رابطه با ملک هایی که لیزهولد هستن اون فردی که صاحب زمین هست بهش فریهولدر گفته میشه و این میتونه یک فرد باشه یا مجموعه‌ای از افراد باشن که مثلا تا 4 نفر میتونه باشه، اما بیشتر از اون معمولا یک شرکت میشه، یک کمپانی میشه که صاحب اون زمین به خصوص خواهد بود. و اتفاقی که میفته در بعضی موارد شرایطی وجود داره که بین لیزهولد و فریهولد هستش. یعنی شما یک لیزهولدر هستین، یک ملکی رو دارین که لیز هستش، یک آپارتمانی رو دارید که توی مجموعه قرار گرفته که لیز هستش، اما شما بخشی از سهام شرکتی که صاحب زمین اون ملک هستش رو هم در اختیار دارید. به چنین شرایطی در واقع گفته میشه که share of فریهولد. در واقع شما یک سهامی از فریهولدش رو هم دارید. به طور کلی میتونم بگم که شیر آف فریهولد بهتر از لیز 100% هستش، به خاطر اینکه وقتی لیز هست شما صاحب اختیار نخواهید بود، اما وقتی که شیر آف فریهولد دارید در واقع به نوعی یک بخشی از اون زمین اون ملک هم متعلق به خودتون هستش و به نوعی شما میتونید که تصمیم گیرنده باشید، به خصوص وقتی که میخواین لیزتون رو تمدید بکنید. برای شما میتونه پوانهای خوبی داشته باشه. یک نوع دیگه لیز وجود داره که 999 ساله هستن. به این گونه لیزها در واقع لیزهای قطعی گفته میشه، به طوری که شما تا 1000 سال آینده انگار که صاحب اون زمین هستید. بسیار این مدل لیز به همون فریهولد نزدیکتر هستش و بهش در واقع ویرچوال فریهولد گفته میشه که خب یه جورایی نشون میده که در واقع یک جورهای خیلی نزدیک به همون فریهولد هستش. معمولا ممکنه همچین ملک‌های باشن که مثلا شما از کانس
تحصیل هاوس بوده، از شهرداری خریداری کردین و الان شما در واقع یک لیز 999 ساله دارید. بر ترتیب امیدوارم اطلاعات امروز براتون مفید بوده باشه. وقتی که میخواین خونه خریداری بکنید خیلی توجه بکنید که آیا میخواین لیز هولد خریداری کنید و یا فری هولد. هزینه‌های جانبیشون رو مثل اینکه حالا شما باید هزینه لیز رو پرداخت بکنید و همچنین هزینه‌های سرویس چارج ساختمون رو پرداخت بکنید رو مد نظر بگیرید. اگه قصد داشتین همچین سرمایه‌گذاری رو در انگلستان بکنید، نیاز به مشاوره داشتین، میتونید از طریق کانال تلگرام که پایین این پست هست با من در تماس باشید، وقت مشاوره بگیرید. خیلی ممنون و فعلا خداحافظ.